چرا بیرون اومدن از رابطه با یه آدم نارسیسیست میتونه خیلی سخت باشه؟ اگه راجع به نارسیسیست نمیدونید، حتما توی رابطه‌ای رفتین که میدونید اون رابطه تاکسیک و به دردتون نمیخوره، داره عذابتون میده، ولی نمیتونین از اون رابطه بیاین بیرون. چجوری یه آدم نارسیسیست رو تشخیص بدیم و چطور تشخیص بدیم که نارسیسیسته و چطور از رابطه با یک آدم نارسیسیست و تاکسیک نجات پیدا کنیم؟ این مسئله که امروز میخوایم راجع بهش حرف بزنیم. چند تا مسئله دیگه راجع به بالا بردن انرژی زنانه و انرژی مردانه، چیکار کنیم که مرد به حرفمون گوش کنه و چیکار کنیم تا بتونیم یه رابطه رو خوب و پایدار نگه داریم، میخوام بهتون بگم. پس با من همراه باشین. من آزاده حریص هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. لطفاً اگر جدید هستین سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که اگه ویدیو جدید گذاشتم مطلع باشید. اینجوری انرژی میگیرم تا بیشتر براتون ویدیو درست کنم. اگر که از یوتیوب منو پیدا کردین خیلی خوشبختم. اگر از اینستاگرام که خیلی بیشتر با من آشنایید، لطفاً اگر از یوتیوب اومدید حتما کانال اینستاگرام منو به اسم آزاده حریص فالو کنید. خیلی خوشحال میشم. خب امروز میخوام اولین چیزی که بهتون بگم، در ادامه صحبت‌های گذشته، فکر کنم قسمت 5 اگه اشتباه نکنم یا قسمت 6، بچه‌هایی که قسمت اول، دوم، سوم، چهارم رفتارهای درست توی رابطه، راهکارهای روابط رو دیدن، میدونن که الان ما توی یه رابطه‌ای هستیم که داریم اون رابطه رو پیش میبریم. حالا میخوایم یعنی اول بعد قسمت اول، دوم، سوم، چهارم رو ببینید که اول آشنایی با یه پسره، حالا بعد از اینکه با یه پسر آشنا شدین به این رستوران چطور بفهمین که اون پسر خسیس نیست، پسر خوبیه، پسری که زیاد اهل دیت و قرار گذاشتن نیست. حالا ما وسط یه رابطه هستیم. اینجا رو نگه دارین. میخوام اول بهتون یکم از روابط با آدم نارسیسیست بگم که اگر این آدمی که رفتین باهاش توی رابطه و مطلع شدین ایشون یه آدم نارسیسیست هستش، سریع رابطه بیاید بیرون. سری قبل راجع به لاو بامینگ باهاتون صحبت کردم. لاو بامینگ و نارسیسیست یه جوری به هم مرتبطن. انگار کسایی که علاقه دارن لاو بامینگ کنن یه آدمایی هستن که نارسیسیست هم هستن، ولی حتما کسایی که نارسیسیستن لاو بامینگ نمیکنن، ولی خب خیلی این رفتارشون با هم مطابقت داره. اگر که بهتون الان که حرفامو بهتون بزنم بیشتر متوجه میشین. دیدین بعضیا میرن توی رابطه با یه آدمی که واقعا تاکسیکه و مثلا پسر خیلی اذیتش میکنه، دختر هی میخواد از اون رابطه بیاد بیرون ولی نمیتونه. دلیل داره، یعنی این داستان یه دلیلی داره. ببین کسایی که نارسیسیستن یه جوری مثل مواد مخدرن، شما رو به یک اعتیادی مبتلا میکنن که واقعیه. میدونستین که بعضی از مواد مخدر دوپامین رو توی مغزتون میبرن بالا و باورتون نمیشه. اصلا توی روانشناسی بهتون بگم بچه، من همیشه بهتون گفتم من دکتر روانشناس نیستم، چی میگن، لایف کوچ هم نیستم، ولی تا دلتون بخواد کتابای روانشناسی خوندم. حتی تو اینستاگرامم تمام بهترین لایف کوچ ها و دکترای روانشناسی دنیا رو فالو میکنم و خیلی از اینجور کتابا میخونم، چون از همیشه، یعنی همیشه دوست داشتم که توی رابطه ای نرم که وقت خودم رو هدر کنم. دوست نداشتم که خیلی پارتنر داشته باشم و همیشه وقتی که میرفتم توی رابطه، شاید واسه همینم از دوباره ازدواج کردم، همیشه وقتی میرفتم توی رابطه دوست داشتم تکلیفم معین کنم. نمیگفتم تکلیف منو معین کنم، ولی قشنگ دقت میکردم ببینم آیا طرف به درد من میخوره یا نه. و فقط من دارم اینجا اکسپریانس و تجربه هامو در اختیارتون میذارم که اگر که کسی کتاب روانشناسی خونده باشه و این جور چیزا رو بدونه، متوجه میشه که تمام این لاو بامینگ، بلیم شیفتینگ، نارسیسیسم، تمام چیزایی که من هر دفعه دارم براتون بحث میکنم واقعیت و وجود داره. حالا برگردیم سراغ نارسیسیستا. داشتم بهتون میگفتم دیدید مثلا یه دوستی دارین یا خودتون توی رابطه رفتین، خیلی عذابتون میده، طرف خیانت بهتون میکنه، بعد دوباره برمیگردین. اینها شما رو به یه چیزی اعتیاد دادن که باعث میشه این قهر و آشتی‌ها توی مغزتون دوپامین ترشح کنه. باورتون میشه؟ ببینید مثلا یه آدمایی هستن، شاید باورتون نشه، به فیلم
ترسناک علاقه زیادی دارن، چون اون فیلم ترسناک تو مغزشون دوپامین ترشح میکنه و اگر فیلم ترسناک نبینن احساس میکنن یه چیزی گم شده. بعضی آدما به غیبت، به خبر بد، راجع به دیگران حرف زدن، دعوا دوست دارن، چون اون لحظه یه چیزی تو مغزشون ترشح میشه که بهشون هیجان میده. مثلا هیجان دوست دارن، یا مثلا آدمایی که میرن یه جایی میپرن. حالا یه آدمایی که نمیدونن، بعضی از آدمایی که نمیدونن این دوپامین چیه، وارد رابطه با یه آدم نارسیسیست میشن. اولا بگم نارسیسیستا خیلی، یعنی خودشون شاید ندونن نارسیسیستن، ولی بدون اینکه بخوان تبدیل به این آدم شدن. یه گرایش رفتاریه که خیلی از آدما رو راحت تبدیل بهش میکنه. خیلی زرنگن، میدونن دارن چیکار میکنن. از اونایی که مثلا وای میستن توی دعوا، با هم دیگه دعوا میکنین، مقصره ها، همش هم وای میسته یه چیزی ازت بگیره. مثلا داری باش دعوا میکنی، مثلا طرف چه میدونم خیانت کرده، میدونم فلان شده، الهی بمیری، تو برای من آرزوی مرگ کردی، باور نمیشه که برای من، یه جوری میکنن که اصلا تو بگی من غلط کردم، من مقصرم. یعنی وای میسن، بلیم شیفتینگ هم بهش میگن، ولی این بلیم شیفتینگ این یه شاخشه. وای میسن که فقط تو رو مقصر بدونن تو هر دعوایی، تو هر چیزی. حالا اینا چیکار میکنن این نارسیسیستا با رفتارهای اشتباهشون؟ اول این داستان لاو بامینگ که بهتون گفتم، همشون چون خودشیفته هم هستن دیگه، خیلی خوب میان جلو. بعد آدمای خودشیفته، آدمایی که اعتماد به نفس بالایی دارن، اصولا من اینو همیشه بهتون گفتم، خودشیفته نباشین ولی اعتماد به نفستون بالا باشه. اینجور آدم‌ها رو به سمت خودشون میارن. توی برنامه‌های قبل، توی قسمت قبل بهتون گفتم مثلا شما میتونی یه آدم زیبا رو وارد یه جمع کنی، بگی سرتو بنداز پایین، برو تو موبایلت خجالت بکش، به کسی نگاه نکن، همه اصلا هیچ کسش انرژی خوبی نمیگیرن. میگم چرا اینجوریه، چرا تو مدرسه داره؟ اصلا بعضی وقتا آدما زشت میبیننش، ولی یه آدمو میبینی وارد میشه توی جمع، سرشو میبره بالا، یه اعتماد به نفس داره، یه لبخند داره، این آدمو نگاه میکنی میگی واه چه چیزیه. شاید اصلا اونقدر زیبا و جذاب نباشه، ولی میدونن چجوری رفتار کنن. این نارسیسیستا همینجوریان، چون خودشونو خیلی دوست دارن. اونایی که میرن جلوی آینه میگن دمت گرم، خوب کردی، تو میتونی، خیلی خوبه این رفتارا، ولی بعضی وقتا از اون ور بوم میافتن. خلاصه یه از واسه من این صندلی رو درست کنم، گوشه صندلی بودم خیلی بهم کم میاد. خلاصه اینا وارد رابطه که میشن، اولا که خیلی خودشونو دوست دارن و باعث میشن که شما فکر کنی که چه آدم مهمیه. بعد شروع میکنن لاو بامینگ، دلبری کردن، کادو، نمیدونم، خیلی هم گیر میدن، غیرتی میشن، من رود حساسم، نمیدونم. حالا اینجا اونقدر دوست ندارن اینو، ولی مثلا تو ایران میبینم که بعضیا خیلی دوست دارن. کاری میکنن که تو دوست داری، نگاه میکنن نه تو چه چیزی دوست داری، همونجوری باید رفتار میکنن. بعد زمانی که دیدن عاشقشون شدی و دلبسته‌شون شدی و مثلا دیگه مال اونایی و مثلا مال همدیگه، شروع میکنن جفتک میندازن. مثلا زمانی که قهر میکنید، طرف میره، خب میره یه مدتی نیستش. بعد مثلا من یه دوستی داشتم، دقیقاً دوباره یه دوستی داشتم که همیشه همش میگفتم دوست پسرت نارسیسیست بوده. بعد اون موقع نارسیسیست رو نمیدونست، تازگی راجع به نارسیسیست بیشتر متوجه میشیم که تو همش من میگفتی. مثلا چیکار میکرد؟ قهر میکرد با دختره، میرفت و مثلا با دختره میرفت شمال، خجالت نمیکشی، فلان شده، با کی فلانی، دختره رو میکشید دوباره توی آشنایی. اصلا مثلا میگه بیا برات حلقه خریدم، دوباره میرفتن توی رابطه، دوباره تاکسیک، دوباره دختره میرفت بیرون. بعد میدونی چرا دختره برمیگشت به اون رابطه؟ به خاطر اینکه برگشتن و قهر و آشتی یا دوپامین رو توی مغزش ترشح میکرد و دوست داشت، جذاب بود براش، دخترم حال میکرد با این داستان. و بهتون گفتم دیگه، اینجور آدما رو واقعا ازشون دوری کنید. آدمایی که رفتارهای تاکسیک دارن، آدمایی اولش توی رابطه باهاتون خوبن، بعدش که میری تو رابطه میبینی اون آدمه نیستن. همون لاو بامینگ که بهتون گفتم، میگه اولش خوب بود، نمیدونم چجوری یهو تغییر کرد. این نارسیسیسته. نارسیسیستا یه خصوصیت خیلی بزرگ دارن، اینه که میگن من میتونم تو نمیتونی. بعضی وقتا میگن من پسرم تو دختری. دختر نارسیسیست هم داریم ما، البته اینم بهتون بگم، دختره میگه من اجازه دارم تو رابطه این کار کنم، تو نمیتونی. و
این داستان خیلی توی نارسیسیستا زیاده، یعنی واسه من مشکلی نداره ولی تو بکنی ایراد داره، یا همون توی ایران یا همه جا هست، من پسرم من بکنم مشکل نداره ولی تو بکنی اشکال داره. و یه کاری میکنن مثلا طرف خودش با دوستاش میره بیرون و بعد که تو میخوای با دوستات بری بیرون زهر مارت میکنه، انقدر بهت زنگ میزنه. این نارسیسیسته. یعنی من اون چیزایی که خودم میخوام داشته باشم و حاضر نیستم یه کاری کنم که تو هم اونا رو داشته باشی، و من یه آدم نارسیسیست خودخواه و خودشیفتم که برای خودم میخوام اونو ولی برای تو نمیخوام. اینجور روابط، اینجور چیزا رو میگم آدمای تاکسیک، آدمایی که زیاد قهر و آشتی میکنن توی رابطه. ببینید من چند وقت پیش داشتم این مطلبی میخوندم، میگفت مرد قهر نمیکنه، پسره که قهر میکنه. با یه پسر تو رابطه نرین. و واقعا هم درسته. یه مرد وقتی هم که قهر میکنه نمیگه من برم لوس میشه، من برم نمیدونم پررو میشه. نه، مرد وقتی که مثلا سر یه چیزه، مگه اینکه حالا دختره یه کار بزرگی خیانتی کرده باشه، یه اشتباه بزرگی از سر زده باشه، ولی وقتی که یه دعوای کوچیک مثلا سر کنترلی، سر آهنگی، سر یه چیزی وقتی که دعوا میکنن، مردی که بعد پیش قدم بذاره. و وقتی میبینید توی رابطه با یه نارسیسیست هستین که پسره و اصلا مرد نیست، از اون رابطه بیاین بیرون. حالا شاید به خودتون بگید خیلی سخته از رابطه با یه آدم نارسیسیست اومدن بیرون. من بهتون راه کار میدم. نارسیسیستا اینقدر زرنگن بعضی وقتا از طرف دوست و آشنا و اینا بهتون وصل میشن. مثلا به دوستتون میگن بیارش فلانجا، خودش خودخواهه، خودش حاضر نیست غرورشو بذاره زیر شما، فکر کنه خیلی کار قشنگی انجام داده. نه، یه مرد خودش رو در رو میشه با مشکلاتش و نمیاد به دوستت بگه بیارش فلانجا که مثلا از طرف تو آشتی کنیم. نه، مگر اینکه میگم مقصر دختره باشه. و اینها و تنها راه فرار از نارسیسیستا اینه که تمام چیزهایی که شما رو یاد اونا میندازه، تمام آدما، حتی مثلا با دختر خاله یارو دوست شدی، دوست جین شدی، بهش بگو اگر دوست داری با من دوست بمونی، اگر طرف استوری میذاری نه به خاطر اینکه منو ناراحت کنه، من مثل یه تروما توی رابطه‌ای، تروما رو میدونین چیه دیگه، آسیب هایی که توی یه نفر حالا بیشتر توی مثلا تروماهای کودکی، توی کودکی دیده یا قبلا دیده، تبدیل به تراما میشه. حالا ایران بهش میگن تروما و اینجا بهش میگن تراما. تبدیل به تراما میشه. این بگو که من توی تراما بودم و الان مثلا وقتی یه نفر بهش چیز میشه، بهش تجاوز میشه، بهش میگن که اون صحنه‌های تجاوز رو نباید یادت بیاری، باید دور کنی، اگر میتونی خونت رو از اون منطقه ببر بیرون. این یعنی نه اون که عاشق تجاوزه بوده نمیخواد یادش بیاره، اینو توضیح بدید بهش، بگید من عاشق طرف الان نیستم که احساس میکنم، فکر نکنی من الان دارم نقطه ضعف نشون بدم که من دارم تو رو بلاگ میکنم یا دارم باهات اتمام موجود میکنم که اگر میخوای راجع به این آدم حرف بزنیم، عکسی ازش بذاری، یه کاری کنی که یه جای اتفاقی همدیگر ببینیم، دوستیت بر من مرده، تو دوست منی، باید کنار من باشی، من از یه رابطه آسیب دیده دارم خودم میکشم بیرون، این رابطه به جایی نمیرسه، من باید قوی باشم، به جای قلبم با مغزم تصمیم بگیرم و از تو میخوام منو کمک کنی. اگر کمکت کرد، اگر نکرد، تمام آدم هایی که با اون نارسیسیست در ارتباطن و از طرف اونا با همدیگه آشنا شدی رو باید دورشون خط بکشی، طرف رو باید بلاک کنی. میگن بعضی وقتا میگن ای بابا بلاک نکن برای یه آدم سالم، یه آدمی که مثلا دیدی بعضی زن و شوهرها جدا میشن، حالا اگر بچه داشته باشین از یه آدم نارسیسیست داستانش فرق داره، شما نمیتونین اون بچه رو از دیدن پدرش یا مادرش محروم کنین، نمیتونید این کار رو انجام بدین، ولی اگه خودتون مجرد هستین بلاکش کنین. بعضی وقتا میگن بلاک نکن، ببین بلاک نکردن برای یه آدم نرماله. تو وقتی که حتی میخوای یه آدم رو برگردونی یا میخوای به یه آدم بگی من اصلا تو برای من مهم نیستی، بلاک میکنی. ولی اصلا نارسیسیست رو بلاک کنید، بگید برای اینکه بلاکت میکنم که هیچ وقت نتونید تو زندگی من برگردی، از همه جو شماره‌شو پاک کنید و از یه رابطه هر چقدر طرف خوشتیپ، خوشگل، پولدار، این رابطه بهتون صدمه میزنه، بیاین بیرون. خب امیدوارم که نارسیسیست به اندازه کافی بهتون گفته باشم. اگه سوالی دارین، اگه دوست پسری دارین که فکر میکنید نارسیسیست خدایی نکرده رفتارهایی داره، چون نارسیسیست خیلی شخصیت‌های زیادی دارن،
پسرایی که خیلی هم خودشون عکس میگیرن، سلفی میذارن، اینا خودشون یکی از شخصیت‌های نارسیسیسته واقعا. یعنی پسرایی که خیلی خودشون دوست دارن. زن فرق داره. ببین زن زیبایی، همیشه نگاه کنی تو افسانه ها مثلا میگن زیبایی پرنسس همه رو نمیدونم مخفش خودش کرده بود، چی میگن هوش از سر همه بریده پریده بود. نمیدونم میگن زیبایی شاهزاده، میگن نمیدونم شجاعت شاهزاده. میفهمی چی میگم؟ حتی توی رمان ها زن زیباست، زن یه موجود زیباست. مردها هم زیبا هستن ولی زن اسمش به زیباییشو به اشتراک میذاره. تا اصلا برو توی متگالا رو نگاه کن، تمام عکاسا چی عکس میگیرن از لباسهای رنگ و آرایش‌های خوشگل زنا. مردا با کچه‌وار، مگه اینکه مثلا لیل نس و نمیدونم هری استایل و کسایی که لباسای مثلا عجیب غریب، مردایی که کچه‌واره عجیب غریب میپوشن مثلا عکاسا میرن روشون، یا مثلا لباسایی مثل زنا میپوشن. ولی در غیر این صورت مثلا تمام نگاه ها به زناست، به خاطر اینکه زنه که داره زیباییشو به نمایش میذاره دیگه. پس اگه دیدی مردی زیاد توی سوشال میدیا خیلی واسه من رد فلگ پرچم قرمزه، اینجوری سلفی میگیرن اینجوری، وای یعنی میزنم سه دور بچرخن. ببخشید عذر میخوام، شاید مردای آقایونی باشن که اینجوری عکس بگیرن و توی سوشال مدیا باشن الان ناراحت باشن و حمله کنن، ولی این نظر شخصی منه. من نظرمو به کسی غالب نمیکنم و به نظر من اینجور مردها رد فلگن و خودشیفتن و خودشونو در اولویت قرار میدن. خب بریم سراغ قسمت بعدی. قسمت دوم خیلی مهمه بچه‌ها. الان فکر کن شما رفتی توی رابطه با اون آقایی که توی رابطه هستین و حالا اون روزهای خوش و خرم گذشته و چه میدونم نامزد بازی به قول خودمون اوایل رابطه گذشته و الان دیگه داره خصوصیت اصلیشو نشون میده. ببینید نمیشه با یه دونه رد فلگ غیر از رد فلگ های نارسیسیس لاو بامینگ بخوام طرفو قضاوت کنیم بگیم وای این به درد من نمیخوره. میگم اونجوری باید به همه رد فلگ بدید، ولی یه رفتارایی هست که آدما رو میشه عوض کرد، ولی نرین توی رابطه بگین عوضش میکنم، مخصوصا نرین تو ازدواج بگین عوضش میکنم. یه سری چیزایی که فکر میکنی میشه عوض کرد، همینجوری مثلا مثل مثالی که من الان میزنم براتون انجام بدید. اگر مثلا تغییر کرد طرف، تغییر کرد نکرد و دیدین که این کارها داره بهتون توی رابطه آسیب وارد میکنه، رابطه رو بیشتر از اون کش ندید. حالا یکی از نکته‌های مهمی که میخوام بهتون بگم، دیدی یه سری از مردا مثلا اصلا کلا اینو بهتون بگم، مردها توی روانشناسی به صدای زنها حساسیت دارن. شاید باورتون نشه، وقتی که زنها صحبت میکنن اونقدر شنوایی ندارن تا وقتی که یک مرد صحبت میکنه. انگار زنها رو زیاد جدی نمیگیرن. ولی اگر زنی باشی که قدرتمند باشی، مثلا چه میدونم هیلاری کلینتون که صحبت میکنه مردا گوش میدن چون میدونن که داره یه چیز مفید میگه. اولا که زیاد حرف نزنین توی رابطه، تا وقتایی که حرف میزنین اون مرد به حرفتون توجه کنه. مثلا دخترا فکر میکنن که کیوت باشن با مزه باشن، بیا امروز برات هر روزم بگم. اون اصلا نمیخواد از روز تو بدونه. بذار هر وقت سوال کرد، مثلا امروز چطور بود؟ خوب بود. آره مثلا فیلم دیدم، به کارم رسیدم. چه فیلمی دیدی؟ فلان فیلمو دیدم. میدونی اینجوری بشه. امروز هم هیچی، فیلم دیدم جونم برات نگی. میدونی چی شد؟ اون یکی اینجوری. خیلیشون حوصله غیبت هم ندارن، واقعا حوصله این که از فلانی بگی ندارن و واقعا این باعث میشه که به مرور زمان اگر حرف جدی هم که میخواید بزنید حرفتون رو جدی نگیرن. خیلی دوست داری حرف بزنیم، ما زنا دوست داریم حرف بزنیم دیگه. بیام اینجا میام برای شما حرف میزنم. یه دوستی پیدا کنید باهاش حرف بزنید. با پارتنرتون ببین خیلی خوبه پارتنرتون بیست فرندتون باشه، واقعا پارتنرتون بیست فرندتون باشه. خیلی هستن دوست پسرشون، شوهرشون بیست فرندشونه، رفیقشونه. ولی دارم بهتون میگم این خیلی خوبه، ولی در اکثر مواقع حرفایی که میخواین جدی بزنید و جدی نمیگیرن. مثلا اگه میخواین حرف بزنید باش حرفایی بزنید که یا شوخی خنده، مثلا حرفای فان که جالب باشه با هم دیگه دارید حرف میزنید، یا یه چیزی که یه ذره مثلا حرفتون رو جدی بگیره. خب
چیزایی که برای مردها مهم نیست و وقتی که کنار هم میشینن ممکنه راجبش حرف نزنن، براشون جذابیت نداره. اینو واقعا روانشناسا میگن. حالا به کجا رسیدیم؟ به اینجا رسیدیم اولش که گفتم اینجوری نکنید. دوما مثلا دیدید بعضی از آقایون با یه خانمی میره تو رستوران و اون خانومه آقای میره تو گوشیش، خانومه چی کار میکنه؟ که اینطور خجالت نمیکشه دو دقیقه اومدیم کنار هم نشستیم گوشو در میاری، شروع میکنه نق زدن. نق زدن توی ذهن مردها هیچ تأثیری نداره. مردها با اگه قرار بود مردها با قرقر کردن و نق زدن و حرف عوض بشن تا الان عوض شده بودن. تو دقت کن، مثلا طرف خیانت میکنه، زنه 2 ساعت میشینه گریه میکنه، من برای دوشی کم گذاشته بودم. اولا که با گریه و حرفاشو میزنه، اون مرد اصلا توجه نمیکنه. دو اینکه کلی میشینه حرف میزنه، فکر میکنه طرف عوض میشه، آخرم طرف دوباره میره اون کارشو انجام میده. در صورتی که مردها حرف زنها رو گوش نمیدن، مردها رفتار زنها رو اهمیت میدن. مردها به حرف شما عکس العمل نشون نمیدن، به رفتار عکس العمل نشون میدن. حالا این رفتار خیلی اشتباهه که مثلا مرد میاد خونه چی شده؟ هیچی. این رفتار خیلی اشتباهه. ما فکر میکنیم قشنگه ولی اصلا حوصله ندارن. ولی مثلا اگر از دستش ناراحتی، اگه هر روز میگفتی سلام عزیزم، امروز بگو سلام. میدونی همون یه عزیزمی که تو ازش گرفتی اون متوجه میشه. خوبی؟ امروز خوبی؟ آره اوکی. چه خبر؟ بعد مثلا یهویی داره باهات حرف میزنه، اگر دستش ناراحتی یهویی یه کار دیگه انجام بده، کاری که خودشون انجام میدن. دیدی مثلا یه مرد داره یه خانم داره باهاش حرف میزنه، یهویی یه کار دیگه انجام میده و دختره میگه داشتم باهات حرف میزدم و اینجا گل لگد نمیکنم. یه کار انجام، بذار ازت بپرسه میشه توجه کنی به من، بذار ازت بخواد که بهش توجه کنی. اینکه نه هیچی نشده، نه نمیدونم بی اهمیتی رو بهش ندی، روز عادی تو، ولی دیگه بغلش نکن، بوسش نکن، ازش یکم فاصله بگیر. این باعث میشه که اون متوجه بشه که باهاش الان از دستش ناراحتی. وای از کجا پریدم به کجا، منو ببخشید. داشتم به اون میگفتم که به اونجا بودم که آقا توی رستوران با خانومش رفته، با دوست دخترش رفته، یهویی میره تو گوشیش. اگه کاریه عذر میخوام عزیزم، من یه مشکل جدی برام پیش اومده. حتی اگر اون رابطه چه میدونم 10 سالم زن شوهرین، همیشه بذارین این مواقع عذر میخوام عزیزم، عذرخواهیه، نمیدونم این روابط، اینجور چیزا همیشه بذارین تو رابطتون بمونه. هیچ وقت یه رابطه رو انقدر راحت نکنین که مثلا طرف عذر میخوام عزیزم، عذر میخوام چه با کلاس. نه، همیشه توی روابط اینجوری حرف بزن. البته فکر کنم دیگه الان همه اینجوری شدن. این واسه زمانهای قدیم بود که عذر میخوام و اینجور حرفا خیلی مثلا بین زن و شوهرها زیاد باب نبود. اول عذرخواهی میکنه، میره سمت تلفنش، یه 10 دقیقه اگر که اجازه بدیم من یه کار مهمی برام پیش اومده یا یه اتفاقی پیش اومده، اون به کنار. اون حالا شما هم تو اون مدت خودتون رو سعی کنه عزیزم، take your time، از تایمت استفاده کن، من اوکی ام. اون تایم شما حالا یا غذاتون میخورید یا برید توی گوشیتون. ولی اگر خیلی یهویی با هم نشستین دارید حرف میزنید، یهویی میره تو گوشیش، چه میدونم گوشی برم داره با دوستش راجع به چیزای حرف میزنه که اصلا چطوری، خوبی، چه خبر، فلان، چیکار کردی، فلان ماشین و اینجوری اونجوری، یه چیزی که اصلا مهم نیست توی تایمی که شما دارید توی رستوران قراره با هم وقت بگذرونید، داره این کار انجام میده. اصلا بهش نگو به من توجه نمیکنی. اصلا به مرد وقتی یه مرد توجه نمیکنه اصلا بهش نگو تو به من کم توجهی، بدتر میکنه. اصلا نمیاد بهترش بکنه و بدترش میکنه. میرورینگ تو روانشناسی بهش میگن میرورینگ، آینه برمیگره به خودت. بچگیامون بود. میرورینگ بکن، دقیقاً رفتاری که داره باهات میکنه یا عینشو بکن یا چیز شبیهشو بکن. اگر تو گوشیت بود بگو برمیگردم، گوشیتو وردار، برو که قدمی بزن، 4 تا عکس بگیر. چیکار میکنیم؟ هیچی. گفتم تا تو مشغولی منم اینجا واسه خودم تو اینو ویدیوشو اتفاقا شاید یه ذرهشو اگر بتونم کپی رایت نباشه اینجا میذارم. یه خانم روانشناس دقیقاً این حرفو زد که منم واقعا همیشه این کارو میکردم که گوشیتون وردارین، شما هم برین واسه خودتون یه قدمی بزنین. حالا اگه موقع غذا خوردنین مثلا سلفی بگیر با خودت، برو تو گوشیت غذاتو بخور، بخند به اون جوری بخند و بعد مثلا اینجوری کن. حالا مثلا کجا بود؟ دستشویی بودم، بعد گفتم مثلا قدم بزنم، حالا تا تو تلفنت هستی. حتی بیشتر از اون تایم هم مثلا شده 10 دقیقه، یه ربم شده نیا
یه دقیقه رفتم اونجا، بعد یه چیز جالب دیدم، خیلی جالب بود. میدونی عاشقتون میشن اگر بدونن که شما you are not seeking for attention، شما التماس توجه نمی کنید. یعنی نمیدونید چقدر کاربرد داره وقتی که یه مرد بی توجهی میکنه و شما بهش نمیگین چرا به من کم توجهی میکنی. بدترین اشتباه توی رابطه، تو منو جایی نمیبری، تو به من کم توجه شدی، تو اصلا برای من وقت نمیذاری. اصلا خودتو پایین نیار. تو انقدر انرژی زنانت بالاست، انقدر درگیر زندگی خودت هستی، انقدر درگیر خودت هستی که اصلا نفهمیدی که اون برای تو وقت گذاشته. میفهمی؟ خودتو همیشه بهتون گفتم خودتونو ایندیپندنت توی یا رابطه نگهداری. دیدی میره توی رابطه پسر میگه تمام دوستاتو باید حذف کنی، این یه رابطه نارسیسیسته. بخاطر اینکه دوست داره تو تنها باشی، باهات تنها بمونی، هر کاری خاص باهات بکنه، تو هم مجبور بشی و اون رابطه رو تحمل کنی و دوستی نداشته باشی که باشون وقت بگذرونی. نه، اولا اینکه هیچ وقت بعد دوستاتون رو جلوی دوست پسرتون نگین، چون براش اهرامی میشه که با اون دوستت نگرد به این دلیل. دو اینکه دوستاتون اگر خودشون سادن هر روز دوست پسر عوض میکنن، هی دوست پسرشون رو جلوی دوست پسرتون یا شوهرتون نیارین. فردا میگن این هر روز با یکی پس با این نگرد. دو اینکه اصلا چه دلیلی داره که بهتون بگه با این نگرد با اون نگرد. یه دوستی واسه خودتون داشته باشین، یه سرگرمی واسه خودتون داشته باشین که اگر اون بهتون اهمیت نمیده شما واسه خودتون سرگرمیتون رو داشته باشین. اگر که توی رابطه‌ای هستی که طرف خیلی بهت گیر میده و هنوز قدرت اون رو نداری، که میگم خیلی اشتباهی، هنوز قدرت اون رو نداری تو اون رابطه از خودت دفاع کنی، بیای بیرون خودتو با خانواده‌ات سرگرم کن. بازم میگم اشتباهه. شما باید خودتون انقدر قدرت توی رابطه داشته باشین که طرف بهتون اجازه نده چیکار کن چیکار نکن. خودتو با خانواده‌ات سرگرم کن، با کارات سرگرم کن، با نقاشیت سرگرم کن، با باشگاه واسه خودت سرگرمی درست کن که نری به اون بگی تو اصلا به من اهمیت نمیدی. پس این شد که وقتایی که باتون قرار نمیذاره، وقتایی که زیاد باتون نمیره بیرون، اینا شما هم بک آف. اگه یه هویی بهتون که بریم بیرون، بریم، آره خیلی وقت نرفتیم، بذار ببینم چیکار میکنم، چون یه هویی هم گفتی بس بهت خبر میدم. یه جوری بشه میگم همون گربه سیاهه، گربه سیاهی که دیدی همش میدوه فرار میکنه، همه دنبالش میدوئن، همون گربه سیاهه بشین. این از این. مورد آخری که میخوام بهتون بگم که خیلی مهمه از دستش ندین، اینه. مورد آخر، وقتی که رفتی تو رابطه، اینو قبلا هم بهتون گفتم، امروز میخوام بازترش کنم، از خودت ایراد نگیر. من احساس کنم یه ذره چشم افتاده شده، برم لیفت کنم به نظرت؟ مردم میرن لیفت میکنن که چند روز قایم میشن تو خونه، به طرف نمیگن من لیفت کردم، چشمم افتاده. اگرم رفتی لیفت کردی یا هر چیزی، آره رفتم دیگه، گفتم یه تغییری به خودم بدم، دوست داشتم قیافه خودم ولی گفتم یه تغییری به خودم بدم. لبمو دوست ندارم، این لباس خیلی چاق نشونم نمیده. یعنی یعنی آدم که از همسرش یا شوهرش یا دوست پسرش الان یه نفر میاد میگه وای ما خیلی من و شوهرم با هم رفیقیم، این حرفا با هم نداریم. نکن عزیز من، هر چقدر رفیقی این حرفا رو نزن. هر چقدر با هم دوستین از همسرت اینو نپرس که این لباس چاق نشونم نمیده، احساس کنم چاق شدم یه ذره، با چقدر لاغر شدم. وقتی که تو جلوی دیگران، یعنی به نظر من به هیچ کسی این حرفو نزنید، من اینکه دوستتون خیلی دیگه باتون صمیمی باشه، وقتی که تو جلوی دیگران از خودت ایراد میگیری، یعنی من دارم این اجازه رو میدم که تو فردا روزی توی دعوا، توی هر چیزی از من ایراد بگیری و اون موقع قلب منو بشکنی. یعنی من دارم به تو میگم که یهویی مثلا تو میتونی بگی این لباسو نپوش چاق شدی، چه حسی بهتون دست میده؟ خیلی ناراحت میشی دیگه، ولی تو خودت قبل ازش پرسیدی به نظرت این لباس خیلی چاقم نکرده؟ تو داری بهش میگی که من حد و مرز واسه خودم قائل نیستم، من واسه خودم احترام قائل نیستم و من این اجازه رو به تو میدم که تو بتونی بخوای از من ایراد بگیری و بتونی فردا از من ایراد بگیری. و خیلی از پسرها هستن میرن به دوست صمیمیشون میگن مثلا آره احساس میکنم خیلی چاق شده، احساس میکنم لاغر شده، فلانه بسانه. شما باید انقدر اعتماد به نفس داشته باشین که اگرم یه ایرادی تو خودتون میبینین با اون اعتماد به نفس اون ایراد رو بپوشونین که اصلا طرف به یادش نیاد.
مثلا من حالا الان ناخون ندارم، ولی مثلا همسرم از ناخونهای بلند بدش میاد و همیشه به من میگفتش که ناخوناتو کوتاه کن. گفتم من ناخونامو مثلا دوست داشتم یه ذره بلند کنم و مثلا دیزاینشون کنم. همیشه گفت ناخونات کوتاه کن، یه ذره کوتاهش کن. گفتم من ناخونامو دوست دارم، اگر که ناخون من مشکله بهشون نگاه نکن. هیچ وقت مثلا نمیرفتم اگر که مثلا طرف بگه من مو بلوند دوست دارم، فردا برم موامو بلوند کنم، یا بگم تو مو بلوند دوست داری من برم موامو بلوند کنم، من دخترم مو کوتاه دوست دارم، من دخترم مو بلند دوست دارم. تو شاید سلیقت اینه، من سلیقه خودم بیشتر برام مهمه. و یادم یه بار حتی به همسرم گفتم که میخوام موهامو کوتاه کنم دوباره. گفت نه موهاتو بذار بلند باشه. گفتم که من چیزی که خودم احساسی که خودم بهم میده خیلی برام مهمتره. نظرت خیلی محترمه، ولی من احساس خودم حالمو خیلی بهتر میکنه و بهش دارم فکر میکنم که موامو کوتاه کنم یا بلند کنم. و مثلا حتی رفتم اینقدرشم با اینکه نمیخواستم اینقدرشم زدم گفتم آره کوتاه کردم، اینقدر کوتاه کردم که مثلا بگم که من نظر خودم برام اولویت داره. وقتی که نشون میدی نظر خودت برات اولویت داره، هیچ کس نمیتونه داغونت کنه، چون میدونن تو باوندریز داری، حد و مرز داری، تو به خودت احترام میذاری و هیچ آدمی نمیتونه تو رو خراب کنه یا انرژی زنونت رو بیاره پایین. یا مثلا دیدید آدمایی میرن تو رابطه، من شوهرم چاق دوست داره، خودم تو شوهرم چاق دوست داره و مرض، یعنی شوهرم چاق دوست داره، تو خودت باید دوست داشته باشی. مثلا من میام میگم من آقامون میشکی دوست داره، خودم بلون دوست دارم. خودت اول بعد خودت رو دوست داشته باشی تا دیگران دوستت داشته باشن. تا تو خودت رو دوست داشته باشی، تا به خودت احترام نذاری، تا به خودت بندریز و حد و مرز نداشته باشی، کسی بهت احترام نمیذاره. تو فکر میکنی داری به حرفای اون گوش میدی، داری براش چی میگن از خود گذشتگی میکنی. مردها به خدا هیچ وقت نمیان بگن، به خدا هیچ وقت نمیان بگن زن من خیلی از خود گذشتگی کرد، خیلی کم میان. وای نمیدونی همون داستان همسایه‌مون رو بهتون گفتم، کلی خساست کرد و یه زندگی رو با همسرش ساخت، بعد مردم رفت زن دوم گرفت، یه دختر جوون و خوشگلی که همش هم بریز و بپاش میکرد و گرفت. اصلا مردا این چیزا به چششون نمیاد، به چشش نمیاد. تو آیا به حرفش گوش کردی، موهاتو رنگ نکردی، آیا تو به چشش میاد که چقدر با تو بهش خوش گذشته، چقدر لحظای خوبی رو کنارت سپری کرده، چقدر با هم خندیدین، چقدر با هم خوش گذشته، چقدر تو انرژیت بالاست، چقدر تو یه دختر چی میگن، چقدر تو یه دختری هستی که حد و مرز داری، چقدر تو دست نیافتنی هستی، چقدر تو انرژی زنانه داری. پس اینو فکر نکن که چقدر بیام من بهتون تو فامیل، دوست، آشنا، این ور اون ور، در همسایه بهتون بگم دختره چه میدونم آقامون اینجوری دوست داره، آقامون دوست داره، آقاشون 100 دفعه بهش خیانت کرد. یا چقدر آدمایی بودن که رفتن توی رابطه، من دوست پسرم اینجوری دوست داره، به هر ساز پسره رقصیدن، پسره فردا هم گذاشته رفته. نه اصلا چنین چیزی نیست. و به خودتون اول احترام بذارید. نمیگم به حرف همسرتون گوش ندید، من اصلا چنین حرفی رو نمیزنم. وقتی که شما میرین توی یه رابطه، یه قوانینی داره اون رابطه، یه سری باوندریز، یه سری چارچوب ها، یه سری چیزا باید داشته باشه که شما دیگه اون آدم سینگل قدیم نیستین. شما یه قوانینی رو باید، این یه کشور، ازدواج مثل یه کشوره، رابطه دوستی حالا کمتر، ولی ازدواج مثل یه کشوره، یه سری قوانین باید داشته باشه که تو رعایت کنی. اگر تا دیروز با دوستات میرفتی مسافرت، حالا شاید همسرت دوست نداره تو مسافرت مجردی بری، این من به این نمیگم وای تو خودت رو دوست داشته باش برو. نه، اون آدم میاد از اول ازدواج، قبل از ازدواج میاد میگه من قانونم اینه. مثلا من خودم وقتی خواستم ازدواج کنم یه قوانینی گذاشتم، گفتم که مثلا ما بچلر پارتی نمیریم. بچلر پارتی چیه؟ یه مهمونیه که انگلیسی‌ها خیلی دیگه غلیظش میگیرن، بعضی وقتا میرن استریپ کلاب، بعضی وقتا دختر میبرن که آخرین روز مجردی داماد مهمونی مجردیشه، آخرین روز مجردیشه و خیلی مشروب میخورن و اینا. اون قوانین رو گذاشتم. و مثلا همسرم به من گفتش که من دوست ندارم تو مسافرت مجردی یه کشورایی رو بری با دوستات، مثلا مثل دبی، مثل لاس وگاس، کشورهایی که خب من روشون حساسم و اینا. منم گفتم که آره من اوکی ام، تو هم پس نرو. این قوانین رو با هم دیگه گذاشتیم. یا کلاب مثلا
ما مجردی نمیریم هیچ کدوممون، یعنی مجردی نه، من تنها نمیرم این تنها بره. این قوانین رو برای خودمون گذاشتیم و خب قوانین گذاشتیم، همدیگر رو محدود نکردیم. و میگم شما نمیگم به حرف همسرت گوش نده، به قوانینی که با هم تو اون رابطه با هم توافقی میذارین آره. میگم این دو چیزا فرق داره، تا اینکه رنگ مو، رنگ ناخون، رنگ لباس، چیزایی که واقعا چیزای شخصیه. امروز فکر کنم ویدیومون خیلی طولانی شد، نمیدونم چقدر شد، ولی امیدوارم که لذت برده باشین از این ویدیو، از این برنامه امروز، از این قسمت امروز لذت برده باشین. هر سوالی دارین برای من تو کامنت ها بفرستین، بنویسین. همونجور که بهتون گفتم من یعنی تو اینستاگرامم به بچه‌های اینستاگرام گفتم من یه مدت کسالت دارم، یه مدت بیمارم و زیاد نیستم، یعنی اون آزاده خیلی پر انرژی نیستم، توی تغییرات بزرگی توی زندگیم هستم که یه ذره منو برده تو شوک. و حالا میگم هفته دیگه همه این تغییرات و هفته دیگه جمعه قراره باهاتون به اشتراک بذارم، باش در رابطه‌اش باش صحبت کنم، زمانی که ردی بودم و چی میگن آمادگیشو داشتم باهاتون راجبش صحبت میکنم. تو اینستاگرامم هم میگم حتما تا هفته دیگه. خیلی دوستتون دارم، امیدوارم خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.